زمین سال 54 افتتاح شده. زمین بسکتبال بوده. افتتاحیش اون موقع بوده. اون موقع من بسکتبال بازی می‌کردم تیم فوق‌العاده. ما الان خوشحالیم که بسکتبال خیابونی اینقدر زیاد شده و جوونا، دخترها، پسرها دارن میان از این انرژی که دارن اینجا تخلیه بکنن و استفاده کنن. فقط خیلی خوشحال بشیم که این بسکتبال خیابونی یه داره زمین زیادتر بشه، حلقا درست میشه. حالا ما اینجا رو خودمون سرپرستی کردیم و کمک شهرداری رجع حلقا رو استانداردش کردیم. زمینی مقداری مثلا هموار بوده، درست شده. خوشحال میشه برجرد اگه کسانی که صدای ما رو دارن میشنون بفهمن که ورزش برای جوانمون چه دخترها چه پسرها بسیار خوبه. اصلا ورزش خیابانی برای همه کسی امکانات ندارن که مثلا بخوام پول هزینه کنن، باشگاه برن، سالن بگیرن، مربی بگیرن. اینجا برجرد نه پولی کسی از کسی میگیره، همه میان جا حالشون خوب میشه. قبل عرض کنم که اینجا محل مارنانه کناره پل تاریخی مارنان زمین بسکتبال اینجا سال 1402 افتتاح شد و مسابقات بسکتبال خیابانی ها فینالش اینجا برگزار کردن و از طریق شهرداری منطقه 5 زحمت کشیدن حلقه رو گذاشتن و کف هم هارد بوردش کردن و بازی ها برگزار شد و بعد از این داستان هم که رفتن و ما موندیم این زمین. اوایل که من اومده بودم اینجا بعد از 20 سال که دیگه نیامده بودم و دنبال کسب و کار اینا بودم، زیاد جو جالبی نبود. یعنی اینجا من اومدم تو زمین به صدا بودم جوون یه گوش دستشه، یه سیگار لب دهنشه، متوجهی و متاسفانه دارم سوء استفاده میکنم از محیط ورزشی و به خاطر همینم اون کسایی که باید مسئولیت اینو داشتن که اینجا رو بهش رسیدگی کنن نمی‌کردن. یه گروه فوتبالی هم هستن بعد ظهر یه 2 ساعتی میان یه چند وقت هم با هم کنتاکت داشتیم و 2 دفعه هم حلقه رو کندن و دوباره حلقه رو جوش دادیم و کارش کردیم و از اون زمان تا حالا بچه‌ها اینجا یه جمعی دوستانه است و اینجا ما تقریبا میشه بگیم ما یه کار فرهنگی ورزشی داریم انجام میدیم. حالا به غیر از ورزش بچه‌ها کار فرهنگی هم محیط دوستانه درست کردیم با خانواده اینجا. ما بچه‌های جوونم که دارن بسکتبال بازی می‌کنن، مثلا اونشون که خیابانی دارن بازی می‌کنن، من خودم شخصا خیلی ازشون راضیم. اون احترامی که به ما که حالا یه زمانی من الان 68 سالم اینجا بازی می‌کردم و یه چیزشون میگیم بلافاصله گوش می‌کنن، میگیم مثلا اجازه بدید اینجا عمومیه، کسایی هم که میان چه دخترها چه پسرها چه پیرزن‌ها چه پیرمردا میان اینجا بازی کنن، اونا هم حق دارن. اینجا هر کسی مثلا یه جای عمومیه و خدا رو شکر که هنوز تو شهر ما یکی دو تا زمینه اینجوری هست که طول نداره، به قول معروف درش نبستن که مثلا بخوان یک کرایه بگیرن که بتونن ورزش کنن. یکی از قدیمی ترین زمینای اسلام میتونم بگم باشه تو 60-70 سال گذشته که مثلا این زمین بوده و دارن استفاده میکنه و من خیلی از بچه‌های خودم چه دخترها چه پسرها که خیابونی بازی میکنن یک دو دارم داشتن که به تیم ملی معرفی شدن، حالا اسمشون نمیارم که ورزشون زیاد بشه. یه مقدار بحث موتوری دوچرخه کنار زمین حرکت میکنه بیمون با خطرناکه است. الان انشاءالله گفتن تا یک ماه دیگه مسیر برنامه میبندنش که اینجا کاملا یه محیط آرومی بشه به لحاظ امنیتی. خب بالاخره اینجا یه زمین آزاده، یه زمین عمومیه، همه جور آدمی میاد با همه جور سلیقه‌ای با همه جور فرهنگی. مهم این است که ما بتونیم کنار هم یه محیط دوستانه باشه، ولی خب بالاخره همه جوری هست. تا این لحظه هم خیلی با خیلی اینجا کنتاکت پیدا کردیم، ولی خب اونایی که خودشون اصلاح کردن برگشتن، اونایی هم که نتونستن با این جو به اصطلاح کنار بیان کم کم حذف شدن از اینجا. تقریبا میشه که همه جای دنیا از بسکتبال خیابانی استارت میکنه، حتی بچه مدرسه یا یه جورایی بسکتبال خیابانی شروع میکنه و از بسکتبال خیابانی است که این استعدادا پیدا میشه. تو این زمین هست که استعدادایی پیدا میشه که بعد به تیم ملی حتی میرسن به تیم استانی میرسن.
God. Oh my fucking God. کاشکی که مثل قدیم قد شما می اومدن، ولی خب همه دیگه سولاخی پول در آوردن و پیدا کردن و هر کی سرش تو کارشه و اینکه همین بچه‌ها استریت نیستن، هیچکی نیست، هیچکی نمیاد دیگه.